ویزای آوسبیلدونگ بهتره یا تحصیلی؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا ما باید این دو رو با هم بررسی کنیم. در آوسبیلدونگ شما از ابتدا حقوق دریافت می‌کنیم و این باعث میشه که از میزان تمکنی که باید به سفارت آلمان نشون بدین کسر بشه. ولی در ویزای تحصیلی شما علاوه بر اینی که شهریه دانشگاه رو باید پرداخت بکنین، میزان تمکنی که باید ارائه بدین باید به صورت کامل باشه. میزان تمکنی که دولت آلمان از شما میخواد تا اون رو ارائه بدین. نکته بعدی این هستش که شما یک مهارت و یک فن رو در آوسبیلدونگ به صورت تئوری و عملی فرا میگیرید. ولی در دانشگاه و یا کالج شما دروس رو عموماً به صورت تئوری فرا میگیرید. و نکته آخر این که بعد از اتمام دوره آوسبیلدونگ شما حتی در کشورهای اروپایی بازار کار بهتری خواهید داشت. ولی در ویزای تحصیلی شما باید در جستجوی کار